گارو در شما بچه گارو توی خونه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه بعد از این همه وقت. چقدر شو خیلی طول کشید نه آقا؟ به بزرگی خودتون ببخشید. نمیبخشم. یادم رفت یه مهمون داریم داداش من برای چالش سگ و نخندی امروز. آقا بنام سلام چطوری؟ ببین کریم ویدیو رو بریم ببینیم. یه مجازات گذاشتیم ولی مجازات سرکه است، خوردن سرکه است. حالا یه قاشق سرکه میخوریم. من سرکه نداشتم اینجا، بجاش آب نمک درست کردم خودم. یه چیز اینجوری اینم حالا معلوم نیست ولی چیز باحالیه. میبینی آقا بنام و اوش اینجا رو برداشته. اوش اینجا رو آره سرکه خودت هم میبینم. حله دیگه بریم ببینیم کی کمتر میخوره دیگه. تلاش میکنیم که اوکی بشه. لب نزنم به این. حالا ببین میبینیم. اسکو واکنش میوه های یخچال وقتی همش در یخچال رو به امید این که یه چیز جدید توش باشه باز میکنیم. اصلا شده هر دقیقه من باید این داستان رو کنترل کنم. نمیتونم. من یه نفر اینجا نشستم زندگیمو اداره بکنم هنر کرد. بهنام جون الان میتونی بخندی ولی قیافه رضا پیشرو که کلم شده بود نمیخندم. حالا تو میگیرم اینجا اصلا چی یابسی میشم. حالا ببین وایسا دوری نیست خوبه. میسازمت آقا. بریم موقعیت میزنم به ویدیو. آقا کپشن یکی در میون بخونیم. الان تو بخون کپشن رو. کلاس اون معلمی که هیچ کس حتی یک کلمه از حرفاش هم متوجه نمیشه. احسن. نمیشد نخندم، بدجور خندیدم. نیدیم وای آقا ببخشید. قیافه بذار یه بار دیگه ببینیمش. اینا کن قیافه این معلمه گوسفند چیه؟ زبونشو ببین. خیلی خوبه. خب من یکی قاشق بخورم آقا. بله سر دومی فیلم خدا میدونه. احسن. مزه فلوراید میده. تا آخر این کلیپ فلج دیگه نمیخندم. زمان فلج میشه. بریم. روزی فردی نوشابه‌ای به امام داد و امام نوشابه‌ای را با صدای تق وا کرد. تق وا کردن از صفات بارز. آقا این چی بود؟ تو اونایی هم که نمیخندی وای میسی که بخندی به شوخ. این خنده‌دار نبود آقا. این خیلی باحال بود. برو آقا جون برو بعدی. آقا امام با صدای تق وا کردن. حالا اینو هم ببخش ازم خیلی دارم شلوغش میکنم. آره بابا بریم آقا. آره برو جلو بابا آقا همدیگه رو خیلی خوب بود. دیدم داشتیم خندیدی من. نه دیگه تموم شد الان چون تموم آره شد خندیدم. میتونیم بخندیم مشکلی نداری که میتونیم بخندیم. نصیحت بزرگ استاد اوگوی ره اوگوی. شاید بهتره بیخیال شم و برم کشکم و بسابم. اگر خیال کنید نمیتوانید بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست. نتوانید نگید، هیچ وقت فکر نکنید که نمیتوانید. همیشه فکر کنید که میتوانید. آقا اینو من دروغ نگم قبلا هم دیده بودم ولی خب همین الانم واقعا خنده بود. آره نه یه چیزایی من برم یا تو؟ جفتمون منم خندیدم. حالا این فکر کنم کم بیاد واسم انقدر جوریه. من اینا رو تک دیدم. یعنی حاجی این کپک هم انگار داره روش من میترسم. بذار یکم بریم برم با هم میریم. 3 2 1. آقا مزه عرق بهتره. این یه چیز. آخه آب نمک چیز خاصی هم نیست اینجوری باشه.
آقا من سرکه رو میشه فکر کنم بخور. آقا بریم چه کنم تو باغچه ها و نقش نیست ناز نیست نگاه نرگسا شراب شیراز نیست برو که بی حقیقتی تو قلب من جا نیست اونقدر از تو دور شدم. آی خود خیلی نزدیک بود. بعدی بریم. احسنت آفرین خوشم اومد. اوی خیلی مریض بود. آقا بریم. من یکی آقا طلبم. بریم یکی ببینیم چون خیلی مسخره بود. دوست نداشتم زیاد. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. مادر جان، آقا ماشاءالله نمیدونین کجان؟ مادر، آقا ماشاءالله خونشون اینجاست، نمیدونی کجاست؟ در میزنم جواب نمیدن. این خانم نمیشنن، شما بلندتر صحبت. آها گوشش. مادر جان، مادر جان، آقا ماشاءالله رو میشناسین؟ مادر، آقا ماشاءالله نمیدونین کجان؟ من هر چی در میزنم جواب نمیدن. بازم نمیشنن، بازم بلندتر. بلندتر ها. مادر، مادر جان، مادر من هر چی در میزنم آقا ماشاءالله جواب نمیدن. من نوه خواهرشونم، نمیدونی کجان؟ مادر، مادر چطور میتونی بازی بازم کنه؟ بلندتر دیگه جر میخوره گلو. خب باشه اشکال نداره. فکر کنم نیستن مادر. آره شما که خبر ندارین نه؟ چه؟ شما میدونین کجا؟ بله. کجا؟ یه آقای اومدن دنبالشون، لباس مشکی تنشون بود. اسمشو نفهمیدین؟ که آقای توفیق بود. درست. خب چرا تا الان نمیگفتی؟ شما با ایشون بودین، با من که نبودین. حیفی نه. برو آقا، برو پیکارت مزاحم نشو. برو گم شو. چه حرف میزنی؟ بله؟ برو مزاحم نشو. میشنوه؟ کجا بود؟ این چقدر خوب بود. ببخش. خوبه. خیلی خوب خیلی بود. مریض خیلی بود. اصلا حالمو خوب کرد. آی. الان با این بهتر میشه. ببین من 2 تا بر بخورم. بریم بعدی آخر کنم میخورم. میخورم الان دارم میخورم. از جیب بابام پول میندازم تو صندوق صدقات شیطان. یه بار میخورم بچه. سلطان که هستش. آقا بذار من 2 تا همش تو میخندی آفرین. نه یادم به خدا یادم رفته بود. وای یادم رفته بود. نه جدی میگم رو الکی خندیدم. تیک بود. حالا من یکی بخورم چون تیک بود. چه تیکی؟ تیکه چی؟ آقا بذار من یکی دیگه بعد دست توی زایاتی توی کوچه میگم وایسای بعد نمیرم بعد نمیرم پیشی. صداش دیدی چقدر بوست و قشنگ بود. خیلی خوب بود. یه بار دیگه اون فکر کنم جا داشت یکم دیگه ببینش. بیا نصرت بود دیگه میشناسی که. آقا نوشته سلام کجایی؟ از صبح پیام میدم جواب نمیدی. عشقم با لباس بتمن دارم آهنگ میخونم. واقعا منو خرگیر بودی. خسته شدم از دروغات. فقط گم شو. موقعیت شب گلستان احسن اوکی خوش آمد. چه قشنگ داشت آقای بتمن. آقا به سلامت. من دیگه عادت کردم به من. بفهم آقا بفهم. من عادت کردم بفهم. عالی بریم آقا. خب تو هم یکی بخور دیگه. دارم میبینم چیکار کردم نمیخوری یادت نمیاد. مشکل داری بینا دیلی داری دیگه آجی. فکر کنم یکی دیگه هم آخه بعد نه میخوری. مشکل از اینترنت هست. آره دیلی داری. دیدم بریم. چرا معلم شدی؟ حقوقش تعطیلی تابستون تایم کاری عشق به
بچه عجب نکته داشت فهمیدم حال نکردم بعدی خوبه crazy وای چی گفتم crazy transformation surprise خب کاری ندارم اینجور تغییر ولی چرا این کاکاسیا شد وقتی معلم کلاس اولی یه چیزی میگم خوب گوش کنی که دیگه بعدش سوالی نپرسید. فردا ساعت 11 تعطیل میشید چون معلم‌ها جلسه دارن. بله. هر روز؟ فردا. وای خدا اینا چقدر خوبه. ساعت 11 تعطیل میشید؟ بله ساعت 11. بله. میترسیم بخندیم. بنویسین آخه یادم میره من. فردا ساعت 11 تعطیل میشید که چی شو یادت میره؟ آخه من خیلی یادم نازه. میره یه سره. بله نباید یادت بره برو. ساعت 11. واقعا هنوز دارم میپرسم من یه دوستی دارم معلم‌ها اینجوریه. جلسه دارن. 11. دارم پرسه 11 من خواهم 11 صبح. نه فقط جلسه های خود معلم هست. دقیقا میپرسن تا جلسه خودمون یا باشو سرکه و خانتی دارم کی فردا؟ الان چند دقیقه دیگه خدا شکر خب من تموم شد خندم ولی خب وسطش که حالی دادم واکنش معلم قرآن وقتی ببینه براش حرف در آوردن که به سفیدی کلاس میستاده چقدر باید آدم مثلا حسود باشه که ما دور همین بعد بیاد خواستم اینو بهش بگم کسی داره تو صورتمون بیاد این حرفا رو بزنه بعد من جلش چرا ندارم اینو ول نمی‌کنن چرا اوی بذار یه بار دیگه ببینیم تو رو خدا کی من میتونم بخندم خالی شد بذار اینو ببین بخندیم تو بذار خیلی خوب بود این کپشنش خیلی خوب اون که خمش تکراریه لامصب آره. دردی هم میخوره ببین آره چقدر باید آدم مثلا حسود باشه که ما دور همین بعد بیاد بگه خواستم اینو بهش بگم کسی داره تو صورتمون بیاد این حرفا رو بزنه بعد من جلش ندم خدا خب خیلی خوب بود چون بار دوم تو گذاشتی خندیدم انسان اگر خودش منحرف باشد نمیتونه دیگران را مستقیم کنه این شکی نیست اما کنترل بعضی چیزا دست ماست کنترل افتادن میوه ها دست ماست نشد نخندیم دیگه تر نیست لحظات چیزی نیست تر اصلا مطرح نیست قافل ما مرده است و ادرکه الموت واسه خودت چی داری میبافی؟ یه مسئله معروف بود که میگفتن ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل شیخ ما رحمه الله میفرمود که ملا شدن چه مشکل آدم شدن محال است آخه چطوری من به کمک شما نیاز دارم تو خیلی خرید و باید راه بیفتیم چاره نیست شما جوان ها بهتر میتوانید رنگوه چی؟ این راه را پیدا کنید من چجوری به این نمیخندیدم آقا من سر این باید دو تا بخورم تنها بذاری تموم هم نمیشه السلام علیکم یعنی من اونی که اینو درست کرد واقعا آخرش در تشکر داره آره تشکر کرد تشکر السلام علیکم اونجایی که آقا بزنیم یکی من یکی پر ریختم دهنشو درست میکرد صدا دهنش اومد خیلی خوب آره منم میزنم ببین چه بوی میده وای تا درش هم میترسم اینو من فکر کنم ورش شکلاتم رو بخورم دهنم بو گرفت معدم سوراخ شد بزن آقا من دیگه بزن فعلا نمیخورم نه خودمون آره خودمون و شما دوست عزیز که داری تماشا میکنی ناظم ساعت 7 صبح
خیلی فقط بگیرتون. برو بعدی آقا. ناظم ساعت 7 صبح در سر صف مدرسه دیشب واسم به تک تک کراتون میخوای چالش خندیدن بذار تو. نه خندیدن ببخشید دیگه نمیخوام. باش چی شد؟ الان دیگه فیلم تموم شده میتونی خند. وایسا بیا الان دیگه میشه خند. خب میخوای اینو تو بخون چون من خوندم قبلی رو. معلم زبان وقتی سر کلاس میگفت ریک و بچه های ترک زبانی کلاس میزنن زیر زخمه. خب برو. کلمه امروز مریض به انگلیسی. رفتارهای اینجوریتون بزن کنار واقعا. که من بیام مثلا با توهین ازتون بخوام یا بخوام با عصبانیت ازتون بخوام که نمیشه که. عزیزم چند بار این رزا پیش رو چرا اینقدر میمای پیش رو توش. آقا بذاری 3 تا مثلا 3 تا چیز باشه، 3 تا نخند، یعنی 3 تا نخوردن توش باشه. برو هر وقت دلم خواست بخورم. چرا؟ آره منم همینطور دیگه واقعا خسته شدم. بعد چرا اینقدر پیشرو؟ چرا تمومی ندارن اینا؟ بریم. بفرمایید خانم. بخور. تازه است. آره. بردار. بخور. بردار. بخور. بخور. یکی دیگه. بردار یکی دیگه. حاجی. بردار. بخور. بخور میگم. دارم اذیت میشم. یکی دیگه بردار. باشه. بخور. کجاش؟ بخور. دستشو چی از این وقتی رفتی خونه مام بزرگ واسه وقتی با خدا قهری و باید اذان بگی. اون خیلی خوب بود. ببین اون خدایی خوب بود. اگه ما دیگه الان یکم شل شدیم ولی خب دیگه بعد این فیلم نباید بخندیم واقعا جدی میگم چون دوباره شروع میشه. وقتی با خدا قهری و باید اذان بگی. من خیلی نکرده فهمیدم چی شد. صداش اومد اصلا پلی نکرده صداش اومد. خیلی خوب بود خیلی خوب. No way bro. امکان نداره. چی میگه؟ اسپایدرمن؟ Hey. Drop everything on your بنده پایین هرچی داری. یا خدا احسن. الان دیگه میشه خندید چقدر مریض بود. خب بریم. ای گوش بده. بد نبود. مشاوره انگیزشی مثل یه شی برو سر جلسه آزمون بهترین خودتو به نمایش بذار. من همون که خوش بود یه وقتی سر حال و سنگی صرف بود میفهمی همه چی پیچید و همین صاف گذاشتم مثل همه حتی روز تحویل صاف. بد نبود خوب بود. خیلی خوب بود. سرم درد گرفت نخندیدم. بخندم یه دیگه سری کسی طور نیستی بچه ها اصل کجاست؟ يا شباب وين العسل؟ زلمه وين انا مش كانه هون بدي عسل يا زلمه بدي عسل هيا العسل. ای بیشتر خوشحال شدم. ای کسا طرف پشت ماشینش نوشته حادثه شرم کن من بیمه دعای مادرم. خود حادثه میاد تا مادر تو من یکی میخورم. این زیاد باحال نبود. شیک بود زیبا بود. نه میتونسته نسبت به اون قبلی ها خیلی خوب. چیزه
این چیزه آهنگ نه پس زمینه‌ای هم که داشت خیلی قشنگ بود، خیلی آره که بود. وای خدا یه پیشرو توی کامنت ها بنویسید. یا خدا قد خرسه از آدم این گنده تر شد که خیلی ترسناکم. وای ای این ندیده ها؟ نه بابا عزیزم من اون که بیشتر جنبه کیوتی داشت یه حالت اینجوری وقتی از سر کیوت بود. چی بگم خوب بودی اسم اون گودزیلایی واقعا برو بعدی. وقتی از سر جلسه میای بابات میگه کنکور چطور. کارگرها هم کارند، از کار پیدا شدند. ذرات موجودات در عالم طبیعت فعال هستند برای ایجاد ای خدا همه موجوداتی که در این عالم است. خیلی خوبه، خیلی خوبه. چرا مشکل تقریبا خوب بود، خدای خوب بود اون. دیگه خندم نمیاد ولی خدای خیلی حق بود، واقعا واقعیت بود. خیلی قشنگ. 10 میلیون دلار آره 10 میلیون دلار یا 3 تا ماهی که مشکلات زندگی تو در کار من قشنگ بود. قشنگ. خب بریم. چرا اسپا خیلی خوب بود. آقا تموم شد. تموم شد بالاخره. چرا؟ میدونی چون چه چسبیده به راه. آره. خب برگردیم به ویدیو. دیگه چرا که خوب البته عادت کردم من دیگه، از اولش تا آخرش خندیدم از این حال بعدی شکلات بخورم دیگه، زود ویدیو رو قطع کنم که این مزه بره، حالم داره بد میشه. بچه‌ها خیلی خوشحال شدیم از موندنتون تا اینجا، یعنی واقعا به هممون انرژی دادین. مرسی که این ویدیو رو لایک میکنید، من میدونم که لایک میکنید و کامنت و سابسکرایبینگ چنل یادتون نره و منتظر ویدیوهای جدید باشید، حالا با شخصای دیگه و آقا بهنامم که حتما باهاش دوباره فعالیت میکنیم کلی. نکرتم خیلی خوشحال شدم تا اینجا دیدمت و بودی، به امید دیدار حضوری و تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار. خداحافظ بچه‌ها، خداحافظ عزت.